سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال انجیر. خب امروز اومدیم با یه ولاگ بسیار خفن. نمیدونم شنیدین یا نه، تو نزدیکای مشهد، تو حوالی مشهد یه جنگلی هست به نام جنگل جیغ. یه جنگل یه سری مثلا افسانه‌ها ساختن، احتمالاً شنیدین در موردش که نمیدونم مثلا یه خانم اونجا مثلا کشتنش و حالا یه سری افسانه هست خلاصه. بعد حالا قراره بریم اونجا، ما داریم از ظهر میدیم تا حالا اگه شد شبم باشیم میتونیم دلشون میگم مثلا تو تاریکی یه سری صدا میاد، حالا صدا مثلا صدای جیجیرک و این اصلا. خب جنگل خیلی خفنه، قراره راه بیفتیم بریم، حالا منتظریم که بعد بریم و همین دیگه تا انتهای ولاگ ببینید. ولاگ خیلی خفنیه. البته یه چیزی ها تعلق یکی از بچه‌ها هستش، بیشتر بهونه اونم داریم میریم. من عزیز تولد منه. من تعلق ایشون کجا؟ اینجا. اومدن بیارم اورن جنگل جیغ. یه حمایت بکنین تا ببینیم یه ویدیو خیلی خفن بگیریم، یک ولاگ بسیار گاد، تعداد هم خیلی بالا. تا آخرش ببینید، لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره. بریم برای ادامه ویدیو. آقا دوستان مهدیه من هلو گایز اینوری کن ببینه، اینوری کن. نه خوبم بیا بیرون، ناموسا من برم. آقا رضا خب بچه ها هم رسیدیم. البته نمیدونم دقیقا حالا اینجا جنگل جیغه یا نه، ولی خب فعلا یه چیزایی هستش. حالا راست میگی یکی میدونی وصله مسئله حالا میذاریم. الان ساعت چنده؟ ساعت 5:12 ظهره. ببین فعلا چه خبره. حالا ببینیم اینجا دیگه فعلا جنگل چیز خاصی نداره. تا آخر ویدیو همراه باشیم تا ببینیم از آخر این داستان چی در میاد. منو گایدم که گایدم قصه‌مو گایدم که ته قصه‌مونم برده قسمتو گایدم. خب فعلا نکم راه میریم. مهدیا عقبه فعلا راه میریم، فعلا ببینیم به کجا میرسیم. ولی خب نمیدونیم هنوز فعلا دقیقا جنگل جیغی اینجا یا نه. یه سری اینجا ملکای شخصی هم هست، نمیدونم. حالا ببینیم به جای میرسیم. فعلا که حالا صبح هم هست، فکرم جنا الان نمیاد. تو چقدر نمکی کونی. و همین دیگه تقریبا نیم ساعت تو راه بود. سرویس پیداشی. خب دوستان الان داریم راه میریم. فعلا خوبه، جنگلش جای باحالیه، ولی خب اونجوری که گفتن نیست. ها یکی از اعضای تیم هدایتی هم هلو گایز جنگل جیغ میگن نیان چون نه جیغیه نه چیزی. نه جیغ چی نیست فعلا که حالا داشت شب بشون شب چه خبره. ولی خب اسکلمون کردن همش شایعه 30 پراکنده. کیلومتر راه اومدیم اسکلمون کردن. 30 کیلومتر 40 تا. آره ولی خب حالا فضاش باحاله. ولی خب چیز عجیبی نیست. حالا جای دیگه شون فیلم اصلا ببینیم. سرسبزی هم میگیریم. حالا دوبارش خیلی باغش خیلیش مثلا باغش ملکای شخصیه، ولی خب داریم میریم تا به کجا میرسیم دیگه. ولی خب خوبه، کلا جاش خوبه. بعد این دیگه میبینیم حالا تا ادامه با جایی هم باشه فیلم میگیم. اینجاش ادامه میره. حالا راه زیاده.
بچه الان با دانیال چکه برام اومدیم الان یه خونه متروکه. دوستان عزیز امروز تولد منه. من تولد ایشون کجا؟ اینجا اومدم بیارم اوردن جنگل جیغ. حالا ما اینجا یه خونه متروکه پیدا کردیم. یه دردی باید بشونیمش کنم. ولی خب باید خوفه خیلی متروکه. شب بیایم. آره اگه شب شد تاریکی اینجا سرویس پیدا شیشه. Stop it. دشوری دوستان از همین دشوری. حالا بچه اینجا یک نگاه به استخر بندازیم. استخر هم داره. حاجی اون داره قفله نه؟ باره قفله خب همین سر بزنم بذارم میام بذار بریم بالا. هی مواظب باشه. سفت فکر کنم قفله. شب باز میکنه اشکال نداره. یاری قفل جون خیلی واکنه خانیه رو با دوز نیست کسی اینجا میتونه واکنه قفلو محفل جان. حاجی خیلی خوفه چی بود؟ بیا یه جای غلاف پیدا کردیم بچه ها خونه متروکه. خیلی وقته که دیده دلت واسم تایی نمیشه. خب الان در پی کنده گنده تر ولی واقعا قشنگه. میاو درخت بشکه آمد اصلا نباش نه جان کویا خودم بگیرم همین خیلی آدم جان ما در جبه های بله ما تو جبه های جنگیدیم ما در جریانت نبودیم. یالا بیم واسه ایران دیده حالا باز جای جان اصلا دیگه من خواهم شب بشه لایک بدین لایک مرد جنگل میمونه توسط این مرد ماشاءالله محمد بله حالا غذا آدانیا خوشمزه این غذا رو میخوریم. حالا بعد غذا ببینیم ادامه کار چیه. واقعا خوشمزه است که میگی خالی میاو خوشمزه است. سوسیس آتیشی سوسیس عسل. بچه ها الان نهار رو زدیم جاتون خالی. واقعا عسل بود خدا وکیلی چسبید خیلی حالی خیلی چسبید. و دیگه الان داریم یکم راه میریم. چه باعثی کنم باز میکنم دیگه الان داریم یکم راه میریم یکم بچرخیم تا ببینیم چیکار کنیم. در حال اصلا هفته خرید قماربازای جنگلی جان خب بریم واسه داریم بازی و از شبسا میریم سراغ خونه مسئوکا میام. خب بچه یکم راه رفتیم و یه چند تا خونه متروکه پیدا کردیم ولی خب الان روز حالا یکم دم غروب بشه یا تاریک بشه سعی میکنیم ببینیم چجوری یکم فضا یکم که حالا تاریک تر بشه میریم سر میزنیم حتما و چی از غذا در میان ولی خب کلا جاش خوبه و خونه خیلی زیاده داخل جنگلش خونه زیاده مثلا خونه متروکه. حالا بعد میگردیم ببینیم شاید یکم تاریک تر بشه. داریم میریم در پی خونه خیلی غلافیه علیه ما خوشی بگیم اصلا بغل انداز ببینیم داستان چی به چیه. آی خدا این خونه است که ویدیوش رو گرفتم و چون احتمالا مجبوریم مثلا یک دو ساعت دیگه بریم به شب احتمال نخواهم دیگه الان میبینیم چه خبر خونه درزن که چه خفن داده برو بگر بین داخل چیزی هست میام اونجا دستشویی شا
اینجا بیا کنار با که من داخل. خب کاری بهتون نداری اینجا چه بود؟ میده دستشوی این خونه است. اینجا یه استخر ماننده. این در قفل ما رفتیم. حالا این باز ادامه ویدیو ببینیم چی هست تا ببینیم. دوستان ما رفتیم یک در هم اینجا بودش ولی خب می‌بینید دراش قفل بود. یکم اون بالا بود ولی خب همش قفل بود و کاری نشد بکنم متاسفانه. ولی داخلش که مثلا انباری این چیزا بود، یه چیز خاصی نبود. ولی این جنگلجیغ که گفتم حالا ما تو روز بودیم زیاد چیز خاصی درسته، چیز خاصی نداره ولی اصلا طبعش به خصوص این کلبه و یه گرمابه‌ای که میگن هستش اونو ما پیدا نکردیم. بعد مثلا شب بیا یه تایم بیشتری باشیم ولی واقعا شبش ترسناکه. خب شبش آره ولی من دوست داشتم شب بمونم. حالا ان شاءالله یه دوره دیگه تا بعداً بیام شبشو بمونیم ولی الان قسمت نشد شبشو بمونیم. ولی خب چنل ام ای فارسی 3342 هم حتما سابسکرایب کنید. آره خب و دیگه آکیاش حرف واسه گفتن نداری؟ ولی حاج جنگلجیغ کاری ولی میوه خوبی داشت. آره میوه واقعا میوه خوبی داشت. خیلی میوه خوبی. میوه خیلی خوبی داشت. خوشم میوه‌اش خوشم. آره هر چی جنو داره میوه خوب بودش. ولی خلاصه آره دیگه حالا دیگه از پایان آقا امامش حرف نداری؟ نه. ولی خوب بود والله. انگورم هستم. حرف نداری ابولی؟ من اومدیم دیگه هیچ جنی پیدا نشد دیگه من آه به جنی نبود دیگه. آقا ماماش حرف نداری؟ نه داداش چاکچه. بابا چی میگی؟ داری اون ویدیو خوشتون اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب نره حمایت بکنید و ویدیو بیشتری هم الان هستش و همین دیگه یک نام آخر از خونه بودش که حالا زود خاصی نداشت و همین دیگه نماد فراموش نشه. بگو لایک کامنت سابسکرایب لایک کامنت سابسکرایب بکنید. بدبخت حتما امیرنجی رو لایک سابسکرایب. امیرنجی چنجی دیگه. آره دیگه خلاصه دوستتون دارم تا ویدیو بعدی بدونید.